بالاخره آریانا سعید بر دست پلیس امریکا زندانی شد. دلیل زندانی شدن آریانا سعید در امریکا چی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای بزرگ زندگی آریانا سعید در امریکا فاش شد. آریانا سعید به چی دلیل در امریکا زندانی شده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت بیشتر از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید هنرمند بی‌بدیل، یکی از صداهای سوریلا که با انجره اطلاعیش کارهای هنری متنوع و فراوانی در هنر موسیقی افغانستان انجام داده است و دل میلیون ها افغان را از آن خود کرده است. آریانا سعید عاشقانه میخواند و عاشقانه آهنگهایش را مردم افغانستان میپسندد. آریانا از سن طفولیت علاقه فراوانی به سرودن آهنگ داشت. اکنون و یکی از اسطوره‌ها در هنر موسیقی افغانستان می باشد. آریانا سعید با اسیب ساید، دوست و همکار هنریش، در سال 2018 نامزد شد. این دو بر علاوه کارهای هنری همیشه وقت به کارهای سیاسی هم دست میزند. چند می شود آریانا سعید در امریکا نهادی برای دفاع از حقوق زنان افغانستان ساخته است و این نهاد آریانا سعید مورد حمایت و گسترده افغانها و مردم خارج قرار گرفته است. اما جدیداً تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی دست به دست می شود که به شکل مرموز در امریکا زندانی است و به همین خاطر مدت می شود کاملا از کارهای هنریش دوری گزیده است. اما تا کنون معلوم نیست آریانا سعید به چی دلیل زندانی شده است و چرا نهاد برای دفاع از حقوق زنان در امریکا ساخت. ولی ما در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این بانوی هنرمند خواهیم بود. دوستان و عزیزان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید و اسیب به اشتراک بگذارید. برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را بالای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.